خوش اومدی دوگانه جان. اون گفت منو خرسند کردی خانه آمدی. گیر یک چی گیر همه چیز هست منو گیر مرحمت. لیکن بسیار از اون بسیار کمی زیق شدم که از شوهرت باز جدا شدی. اوی نپرس اوخی با قدری من بر این زن رسیدن در کاره. اینا گوش کن برای هر یک کره میده شده میلچ قدیما بحث میکرد. مرده که بسیار دلتنگ خسیس بود. اینا یک روز با مغازه مگزین همین جواهرات در اومدیم ویلیرنی. بعد همین من خریدم یک گوشوار. بعد یکی چشمم یک انگشترین دفتی. گفتم بیا همیشم بخریم کامپلیت میشه با. نی گفتم مرا عصبی کرد. دوگانه جون گپ در سری اون که ما زنها باید شوهرهایمون رو فهمیم. و یک روز شرایط دارن یک روز شرایط ندارن. نخود که به همین یک چاله و گوشوار من قدر نداشته باشم دوگانه. حالا در اونجا با دستبانه بود من نگرفتم. ناشکر همه خیل زنی خسروره نگاه بین کرده نتوانست. با شوهر ای پیشم کو فقط همین سمبوسه و منتو را نظم میدید. بیزار شدم ای سمبوسه و منتو پختنه. یک روز سمبوسه علفی، یک روز سمبوسه گوشتی، یک روز منتوی علفی، یک روز منتوی کرچکگی. یک قدم بی قریب منتو سمبوسه دا مانند شده بودم. بیزار شدم. بله مردها بیشتر زنهایی که هنری پخت و پس قد با نهار رو دست میدارن. مثلا شوهر من خوراکای میلی رو دست میدارد. یا توبه من نمیخوام کنیزک شیدن. شوهر ای پیشترم گفتم که گوش کن من یک شرط دارم. لیباسوتا خودت میشویی و خودت اتیوک میکنی. این دستاکوی ما باید او بخنده بسیار نرسن. مرده که خیلی زنش دوست میداره خیلی غم نمیتیه عذاب نمیتیه. همه خیلی ندگو نه. شوهری تو چی؟ شوهری من برعکس دوست میدارد خوراک‌های پخته مرا. این نصیحت و وصیت خوش دامنم. گرچنده از دستش لباسشویی و درسمال کنی یعنی اتو کنی میاد من کوشش میکنم همه این کارها رو خودم کنم. زیرا من از این پیشه من خودم حلاوت میبرم. وی ساعت چند شده؟ من باید کشونه حسن برم. می جمله پیسه باید ماسکه کنم اما لاجویشی. السلام علیکم. ما مهمان داریم. خوش آمدید. و علیکم السلام. یک از دوگانه مکتبی من غنچه گوله خوراک تیار. اینطور باشد باز یک بار دیگر خوش آمدید. من لباسم رو عوض میکنم. خوب مایلش من حاضر. ای دوگانه جون در نومت صدقه. این شوهری تو چیکاره؟ شوهرم آدم نظامی گنرال. اوه زنی گنرال چرا شلو صدام میگه زنی گنرال. ای دوگانه جان نمیشه که این برای دوگانه خسرود یک تمیخیل گنرال میافتی. خیلی من بگم که زنی گنرال خیر ما ای که کمی دوگانه عزیز برای زنی گنرال شدن باید از وقتی لیتینانت بودنش با محبت، صداقت، نزاکت، متانت و با شیب و فراز زندگی یعنی پستی و بلندی های حیات نگاه نکرده پر طاقتانه در برش بودن لازم. ایها